الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بینندگان عزیز و ارجمند، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. رسول الله صلی الله علیه و سلم با گفتار گوهربارشون آنچه را باید من و شما بدانیم و عامل بر آن باشیم برای ما بیان فرمودند. همان گونه که در جلسات قبل خدمت شما عزیزان بیان کردم، اقوال و گفتار رسول الله صلی الله علیه و سلم جوامع الکلم هست. گفتاری هست با الفاظی کوتاه و فشرده اما معانی گسترده و زیادی رو در بر دارد. محتوا و مطالبش بسیار عمیق هست، به گونه‌ای که بسیاری از این نوع کلام و گفتار رسول الله صلی الله علیه و سلم به عنوان یک اصل و یک قاعده و قانون در زندگی من و شما هست. مواردی رو از این قبیل خدمت شما عزیزان بیان کردم. در جلسه امروز هم میپردازم به یکی دیگر از این گونه موارد، یعنی گفتاری از رسول الله صلی الله علیه و سلم که یک اصل در زندگی ما مسلمانان هست. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند: من غشنا فلیس منا. هر کس ما را بفریبد از ما نیست. من غشنا فلیس منا. واقعا این هم یک اصلی هست، یک قاعده‌ای هست که زندگانی مسلمانان با هم دیگر و برخوردشون، روابط اجتماعیشون باید بر این اساس استوار باشد، بر اساس دوستی و محبت، بر اساس خیرخواهی و نصح برای یکدیگر. هر آن چیزی را که برای خود میپسندیم برای دوستان و عزیزانمون هم بپسندیم. هر نفع و سود و منفعتی را که برای خود میخواهیم برای دیگران هم بخواهیم. مبادا این گونه باشد که منفعت طلب باشیم بدین معنی که صرفاً سود و منفعت خود را در نظر داشته باشیم، ولو این که این منفعت ما تعارض داشته باشد با مصالح دیگران. شاید من در اینجا منفعتی عایدم بشود، اما جنبه دیگرش را من باید نگاه بکنم. آیا این منفعت من موجب ضرر رسانی و زیان رسیدن به برادر مسلمان نمی شود؟ اگر این گونه هست، واقعا این منفعت مبارکی هست. اما اگر این منفعت جزئی و شخصی که به من میرسد به بهای ضرر رسانیدن به برادران مسلمان من هست، چون این منفعتی مشروع نیست و انسان نباید مصالح دیگران را فدا بکند برای این که یک مصلحتی و منفعتی به خودش برسد. همین مطلب هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند: من غشنا فلیس منا. هر کس ما را بفریبد از ما نیست. این گفتار رسول الله صلی الله علیه و سلم یک سبب ورودی رو دارد. یک اتفاق افتاد در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم که این اتفاق سبب شد که رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم این جمله را بر زبان بیاورند: هر کس ما را بفریبد از ما نیست. روزی ایشان به بازار تشریف بردند و در بازار فردی را دیدند که توده گندم در مغازش هست و آن را در معرض فروش قرار داده. رسول الله صلی الله علیه و سلم نشستند و دست مبارکشون رو در این گندم ها فرو بردند. دیدند که
گندم هایی که پایین هست و از معرض دید مردم پنهان هست خیس هستند، آب گرفته آنها رو. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند ما هذا یا صاحب الطعام، ای شخص گندم فروش، این چی هست؟ چرا این گندم ها خیس هستند؟ ظاهرش خشک هست اما از داخل و زیر نم برداشتند. عرض کرد که یا رسول الله، باران باریده بود و یک قسمتی از این گندم ها نم برداشت. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند چرا گندم هایی را که خیس هستند و نم برداشتند چرا اونها را ظاهر نکردی؟ چرا آنها را زیر این گندم ها پنهان کردی و بالایش را گندم های خشک قرار دادی؟ بدین مناسبت رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند من غشنا فلیس منا، هر کس ما را بفریبد از ما نیست. واقعا این گونه هست. انسان مسلمانی که ادعای برادری می کند، ادعای برابری می کند، ادعای نصح و خیرخواهی می کند، خودش را فراتر از دیگران نمی بیند، مصلحت خودش مقدم بر مصلحت دیگران نیست، چون این انسانی هیچگاه حاضر نمی شود که به دیگران ضرری برساند تا اینکه نفعی عایدش بشود. و جالب در این زمینه این هست که کسانی که فریبکاری می کنند و سر دیگران کلاه می گذارند، فریبشان می دهند، این افراد مرتکب دو جرم شدند، دو معصیت و دو گناه را انجام دادند. گناه اول این هست که به حقوق دیگران تجاوز کردند، حق کشی کردند، حق برادر مسلمانشان را به طریقی نامشروع تصاحب کردند. پس بنابراین این تعدی و تجاوز به حقوق دیگران هست که چنین امری در شریعت اسلامی حرام و ناجایز هست. و گناه و معصیت دیگر براءت رسول الله صلی الله علیه وسلم از این چنین افراد هست. این فردی که در معامله فریبکاری می کند یا در هر موردی دیگر برادر مسلمانش را می فریبد، با این کار خودش سبب گشته که رسول الله صلی الله علیه و سلم از او اعلام براءت و بیزاری بکند. و واقعا هم این گونه هست. کسانی که به حقوق دیگران احترام نمیگذارند، تعدی می کنند، حق کشی می کنند، منفعت طلب و فرصت طلب هستند، منفعت و مصلحت عموم مردم را در نظر ندارند، چون این افراد شایسته این هستند که رسول الله صلی الله علیه و سلم از آنها اعلام براءت و بیزاری بکنند. واقعا سزای سختی هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم، پیامبری که گفتار و کردارش، آموزه هایش سراسر برای ما رحمت هست و نوید بخشش هست، چون این پیامبر و برگزیده از جانب الله متعال اعلام براءت بکند از شخصی با آن همه رحمتی که در قلب دارد، با آن همه عطوفتی که نسبت به پیروان خودش و مسلمانان دارد، این نشان از عظمت و بزرگی جرمی دارد که این افراد مرتکب شدند. من غشنا فلیس منا، هر کس ما را بفریبد از ما نیست. اما متاسفانه در جوامع امروزی ما وقتی که بررسی میکنیم که تا چه اندازه مردم خیرخواه همدیگر هستند، تا چه اندازه میخواهند به همدیگر نفع برسانند، سود برسانند، منافع دینی و دنیوی یکدیگر را تأمین بکنند، میبینیم که متاسفانه این قاعده و این اصل در جامعه ما بسیار کمرنگ هست.
انسانهای معتقد و متدینی هست، بسیار هست، اما عموما وقتی که ما نگاه میکنیم میبینیم که این اصل در واقع تحت تأثیر قرار گرفته و بسیاری از مسلمانان عامل بر این اصل نیستند. در معاملات، در اجارات، در ازدواج و نکاح، در ذبایح و گوشته ها ما می‌بینیم که فریبکاری بسیار زیاد هست. در نصیحت و خیرخواهی و در مشوره ما می‌بینیم که بسیاری صادق نیستند، نمی‌خواهند که حرف راست را به دیگران بگویند. پس بنابراین اگر ما می‌خواهیم که رسول الله صلی الله علیه و سلم از ما اعلام براءت نکند، بیاییم این آموزه رسول الله صلی الله علیه و سلم را و اصلی را که برای ما تدوین کردند مد نظر داشته باشیم. من غشنا فلیس منا، هر کس ما را بفریبد از ما نیست. بعد از یک میان برنامه کوتاه انشاءالله خدمت شما باز میگردم و ادامه مطالب را عرض خواهم کرد. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. و ما تو را به سوی همه مردمان فرستاده ایم تا مژده رسان و بیم دهنده باشی، ولی بیشتر مردم نمیدانند. آری بینندگان عزیز و ارجمند، من غشنا فلیس منا، هر کس ما را بفریبد از ما نیست. این فرموده رسول الله صلی الله علیه و سلم هست. اما متاسفانه بسیاری از مردم این نصح و خیرخواهی لازم را نسبت به زیردستانشان و دوستان و عزیزانشان ندارند. یکی از مواردی که نقض آشکار این اصل و قاعده هست، عدم خیرخواهی و فریبکاری در برابر رعیت هست. بدترین خیانت و فریبکاری فریفتن رعیت و زیردستان هست. اهم از این که این رعیت کوچیکی باشند، متشکل از چند نفر باشند، در قالب یک خانواده باشند، در قالب یک قبیله باشند، در قالب یک اداره و وزارت باشند، یا این که در قالب یک کشور و یک امت و ملت باشند. حضرت سلیمان ابن یسار رضی الله تعالی عنه روایتی رو نقل کردند از رسول الله صلی الله علیه و سلم، روایتی متفق علیه و صحیح که در صحیح بخاری و صحیح مسلم هست. میگوید که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند: ما من عبد یسترعیه الله رعیتا، هر کسی رو که الله متعال یک رعیتی را و یک ملتی را به او بسپارد و او را حاکمشان بگرداند، مسئولشان قرار بدهد، یموت یوم یموت و هو غاش لرعیته، اگر هنگامی که میمیرد با غش و فریب بمیرد، یعنی در حالی از دنیا برود که به رعیت خودش ستم کرده، فریبکاری کرده، آنها را فریب داده، الا حرم الله علیه الجنه، چون این مسئولی را که مسئول خانواده بوده، مسئول قوم و قبیله بوده، مسئول یک اداره بوده، مسئول و رهبر یک کشور و یک ملت بوده، اگر فریبکاری بکند، مردم را بفریبد، با مردم رو راست نباشد، عادلانه برخورد نکند، اگر بمیرد الله متعال بهشت را بر چنین انسانی حرام گردانیده. بهشت جای صدق و صداقت هست، جای راستی هست، سرای
مهر و محبت و خیرخواهی هست. کسانی که از این صفات و اخلاق کریمانه بوی نبردند جایی رو در بهشت ندارند. پس بنابراین ما بیاییم امروز که فرصت داریم، قبل از آن که عملی رو انجام بدهیم، تعاملی رو داشته باشیم با برادر مسلمانمان، روزگاری رو به یاد و خاطر بیاوریم که در پیشگاه الله متعال خواهیم ایستاد و لحظه ای را در ذهن خودمان تداعی بکنیم و بیاوریم که رسول الله صلی الله علیه و سلم حضور داشته باشند و ناظر حساب و کتاب ما باشند. اگر بر کسی ستم کردیم، ظلمی کردیم، فریبکاری کردیم، امروز که فرصت داریم بیاییم حلالیت بطلبیم و بخواهیم که ما و شما را معاف بکنن. فردای قیامت دینار و درهمی در کار نیست، زر و زوری در کار نیست. از اعمال خیر من و شما محاسبه خواهد شد. بهای این فریبکاری را، بهای عدم صداقت و روراستی را فردای قیامت از اعمال نیک خودمان خواهیم داد که ذره ای عمل نیک در روز قیامت کارساز خواهد بود، چه بسا موجب نجات گردد و عدمش موجب در افتادن در آتش جهنم. یکی از اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم به نام سیدنا جریر بجلی رضی الله تعالی عنه روایتی رو دارد در صحیح مسلم. ایشان یکی از اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم بودند که با ایشان بیعت کردند بر این مطلب و بر این قضیه که خیرخواه همه باشند، خیر را و منفعت را برای همه بخواهند. میگوید بایعت النبی صلی الله علیه و سلم علی النصح لكل مسلم ما استطعت. من وعده کردم، عهد و پیمان کردم، بیعت کردم با رسول الله صلی الله علیه و سلم که تا جایی که توان دارم خیرخواه برادران مسلمانم باشم. واقعا جریر ابن عبدالله رضی الله تعالی عنه عهدی که بسته بودند وفا کردند و همیشه این پیمان و بیعت در ذهن و خاطرشان بود. جالب هست که ایشان یک روزی به بازار رفتند تا اینکه مرکبی رو بخرند برای خودشون. در بازار دیدند که یک فردی اسب زیبایی رو دارد و این اسب رو پسندید. برده و غلامش را فرستاد که برو از فلان شخص که اون گوشه بازار ایستاده و اسبی در دست دارد اون اسب را برای من بخر. بردهش رفت و ملاقات کرد با اون صاحب اسب و گفت که من این اسب را با 300 درهم از تو میخرم. با هم دیگر داشتن صحبت میکردند روی قیمت اسب که 300 درهم هست یا بیشتر هست. نهایتاً اون برده گفت که بریم اون گوشه بازار، سید من و سرور من ایستاده، با خودش مستقیما صحبت بکن. گفت بسیار خوب. هر دوتا اومدن پیش حضرت جریر رضی الله تعالی عنه. برده گفت که من این اسب رو بهش پیشنهاد دادم که 300 درهم بهت میدهم، این اسب رو به من بده، اما قبول نمی کند این صاحب اسب. صاحب اسب گفت که بله راست میگوید، به من پیشنهاد 300 درهم داده، منتها شما بگویید، شما قضاوت بکنید. خطاب به حضرت جریر رضی الله تعالی عنه. شما بگویید که قیمت این اسب من 300 درهم هست. جریر ابن عبدالله رضی الله تعالی عنه گفت که نه، از 300 درهم بیشتر میارزد. خب 500 درهم حاضری بفروشی این اسب رو؟ بازم اون صاحب اسب گفت که ای بنده خدا، قیمت اسب من 500 درهم هست. جریر گفت که نه، بیشتر از این هست. نهایتا همون اسبی رو که 300 درهم قیمت گذاشته بودند ایشون به 700 یا 800 درهم خرید. بعد از این که معامله انجام شد و صاحب اسب رفت،
جریر ابن عبدالله رضی الله تعالی عنه خطاب کرد به برده‌اش که این چی کاری بود که کردی؟ من تو را فرستادم که بری معامله ای رو انجام بدی برای من، اسب رو بخری و بیاوری برای من. تو رفتی اسب و با صاحب اسب برداشتی آوردی پیش من و این بنده خدا هم که اومده بود پیش من هی میگفت که به نظر تو قیمت اسب چقدر هست؟ من هم دیگه واقعیت رو گفتم. من با رسول الله صلی الله علیه و سلم عهد و پیمان بسته بودم که فریبکاری نکنم، خیرخواه مسلمانان باشم. من نمیتونستم که بگم قیمت این کمتر هست، باید به همین قیمت بدهید. واقعا انسانهایی که اهل دین هستند، خیرخواه دیگران هستند، انسانهای سودجو و منفعت طلبی نیستند، جریرگونه باید باشند، خیر را برای همه بخواهند، خیرخواه دیگران باشند. این گونه نباشد که به خاطر منفعت و مصلحت شخصی خودشون مصالح و منافع دیگران را نادیده بگیرند. آری، من غشنا فلیس منا، هر کس ما را بفریبد از ما نیست. کسانی از گروه محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم هستند، کسانی از پیروان رسول الله صلی الله علیه و سلم هستند که از مکر و فریبکاری دور باشند. آنهایی را که دیگران را می‌فریبند اهل مکر و خدیعه هستند. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند این افراد از ما نیستند. و مطمئن باشند کسانی که دیگران را می‌فریبند که یک روزی سزای این فریبکاری را خواهند دید و محاسبه خواهند شد. لیس دنیا الا بدین و لیس الدین الا مکارم الاخلاق. دنیا بدون دین ارزشی رو ندارد. اگر زندگانی در دنیا شیرین هست، لذت بخش هست، به خاطر اعمال خیری هست که ما انجام میدهیم، به خاطر دیانت و بندگی و عبودیتی هست که در مقابل الله متعال انجام میدهیم، و دین و دیانت سراسر مکارم اخلاق هست، خوبی و احسان به خود و به دیگران هست. انما المکر والخدیعة فی النار هما من خصال اهل النفاق. مکر و خدیعه و فریبکاری عاقبتشون جهنم هست و فریبکاری از خصلت‌ها و اخلاق منافقان هست، نه مسلمانان. آنانی که مسلمان هستند خیرخواه یکدیگر هستند. من غشنا فلیس منا، هر کس ما را بفریبد از ما نیست. تا برنامه دیگر و گفتاری دیگر از رسول الله صلی الله علیه وسلم شما را به الله متعال می سپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.